سلام عزیزان دل، اکانت خریدیم، بریم با هم بررسیش کنیم. لیتس گو. خب آقا، لجند و مولتی و بتلش که زیاد لجند نشده. گلدم که کلن 6 تا گلد داره دیگه. آره 7 تا گلد داره. خب بعدش برادر الان 7 بار گلد کردی دنبال داماسوشی میگه. نمیدونم هدف داداشمون از دایموند کردن تبر چی بوده. عجیبه. خب اینم که مهم نیست. سیشتیر خب یه MSMC لجند داره، دیل ردکشن داره. شعاف نباشه ولی خب بعد چیزای اپیک مپیک های دیگه هم که زیاد چیزای خاصی نداره. آره دیگه بتل پس و اپیک گردونه و همینه و اسکینا رو نگاه پرایس یا آلیاس داشت. ارزم به حضورتون این امو سیبیلوه اینکیه گنگه کروگیر رو داره. به به کروگیر آقا ببخشید اگه من سرم اینجوری مریض شدم. خب گوست لوس اند. به کارو بگیر گوست لوس اند ما کاروف این یکی کارو بگیر. خب اسکینای دیگه هم که چیز خاصی فکر نکنم داشته باشه. آره دیگه این اسکالت هم داره. خب اسکینای دیگه چیز خاصی نیست. ببینم این چیز دیگه بود. ببینم میتونم پیداش کنم. صبر کن. وایسا. ارت رایدره رو داره. بابا بنازم. آقا یه لایک و ساب بزن پس این ویدیو اگه موافقی. اکانت هم باحاله و از این به بعد با این اکانت برای شما فعالیت میکنیم.